خیلی متشکرم. میدونید وقتی منو دیوونه میکنید بعد از اون در عالم دیوانگی یک صداهایی از خودم در میارم. صداهای قشنگ آقا، نه هر صدایی که. حالا for example همینجا بدون دخالت دست یه هلیکوپتر کبرا شروع میکنه پرواز کردن. دقت کنید به این شکل. یه صحنه عجیبی رو من تو جمعیت دیدم. وقتی هلیکوپتر اجرا می‌کردم نگاه کردم عده‌ای از شما عزیزان زمانی که شخصاً ملاحظه کردید اینجا من دارم یک نفس هلیکوپتر اجرا می‌کنم، شروع کردید دست زدن، گفتی خب تفلک خفه شد. دلت سوخت. از این موضوع جالبتر من نگاه می‌کردم یه عده دیگه خونسرد و بیخیال. خوبه برو. خب تا کجا برم عزیزان؟ منم مثل شما انسانم، پمپ باد که نیستم. خب میترکه. بله عزیز من، فشار رو منه. یکی از رفقای من انقدر بهش فشار اومده بود، اومدن یه روز بهش گفتن به سلامتی داری بابا میشی، پسر میخوای یا دختر؟ گفت آقا فقط سالم باشه، سگ باشه. این دیگه رسیده به ته خط. یه موزیک شاد برای عزیزانی که با انرژی دست میزنن.